إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با سلام نو شما را خوش آمدید میگوییم به آخرین برنامه قصه پیامبران. بعد از آن که سیر در حیات پیامبران کردیم، ما در ایستگاه اخیر رسیدیم. این رحلت خود را به آخر رسانیدیم، از آدم علیه السلام تا به خاتم پیامبران محمد صلی الله علیه و سلم. اینجا ما به آخر این درس ها و قصه ها رسیدیم. در قرآن کریم نه همه پیامبران یاد شده است. خداوند برای بشریت پیامبرانی خیلی زیاد فرستاده است. برای هر قوم و قبیله به طور علاهیده پیامبر فرستاده است. خداوند هزارها نبی و رسول فرستاده است، شاید دهها هزار باشد، لیکن از میان آنها درباره اندکی از آنها به ما خبر داده است تا یک عبرت برای مردم باشد. از آنها حکمت را بیاموزند، عبرت بگیرند تا انسانها در دین ثابت باشند، بخصوص در این زمانهای فتنه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. آن رکنهای ششگانه ایمان به ایمان داشتن به انبیا و رسولان خداوند ذوالجلال پره می شود. ما هیچ یکی از پیامبران را جدا نمی سازیم. هر کی به همه پیامبران ایمان آورد و به یکی از آنها ایمان نآورد، ایمانی او کامل نیست. واجب است که به همه آنهایی که خداوند فرستاده است ایمان داشته باشید. چه قصه های شیرین دارد، چه خوش عبرت ها دارند این قصه ها. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. خداوند ذوالجلال به پیامبرش میگوید مثل آن پیامبرانی باش که پیش از تو بودند و این چنین برای اهل ایمان نیز چنین است. خداوند آنها را وصیت میکند تا مثل پیامبران باشند، چی در زندگی و عبادتشان و در همه کارهای زندگی به آنها باید پیروی کنند. آنها کسانی هستند که خداوند آنها را اختیار کرده است، برگزیده است. خداوند درباره پیامبرانش میگوید به درستی که ما آنها را به خصلت نیک که یاد کردن آخرت از خالص ساختیم. خداوند آنها را از جمله کسانی ساخته است که تنها برای آخرت زندگی میکنند. آنها پیامبران خداوند ذوالجلال هستند. چه قصه های زیبا و چه خوب عبرت ها دارند. هرگاه به حیات یکی از انبیای خداوند نظر اندازیم، از طریق قرآن یا از طریق سنت پیامبر، با مجرد گرفتن نامش زود قصه های آنها پیش رویمان می آید که چگونه قومش را دعوت کرد و چگونه به آنها مبارزه برد و خداوند به آنهایی که ایمان نآوردند به آنها چیکار کرد. هرگاه که تو این قصه ها را از قرآن یا از جای دیگر میخوانی، آنها را با همدیگر مقایسه کن تا ایمانت زیاد شود. مؤمنانند که از کتاب خداوند پند میگیرند. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. هیچ امتی نبود که مگر برای آنها نبی یا اینکه رسول فرستاده شده است. این از قصه پیامبران، شیرین ترین قصه ها، بلکه بهترین قصه هایی که خداوند آنها را در کتابش ذکر کرده است. پیامبران خداوند از مردم دیده به خداوند بسیار توکل میکردند، زیرا یقین داشتند که فایده و ضرر تنها در دست خداوند یگانه است. همه ما قصه ابراهیم علیه السلام را به یاد داریم که چگونه به عائله‌اش توکل به خدا را تعلیم داده بود. وقتی که هاجر با پسری شیرخواره از اسماعیل علیه السلام را که نه تولد شده بود در زمینی خشکی که نه زراعت داشت و نه آب، زندگی در آنجا نبود، آنها را آنجا گذاشت. هاجر از او پرسید: ای ابراهیم، ما را به کی می سپاری؟ ای ابراهیم، ما را به کی می سپاری؟ و ابراهیم علیه السلام به سوال او جواب نمیداد. هاجر به او گفت: آیا خداوند تو را به این چیز امر کرد؟ ابراهیم علیه السلام به سوی او برگشته گفت: آره، خداوند مرا امر کرده.
هاجر گفت این طور باشد برو، خداوند هیچگاه ما را خوار نمی سازد. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. این از آن درجه توکل به خدا که تو ایمان داری به این که هیچ چیزی به تو ضرر رسانیده نمیتواند مگر آنچه را که خداوند برای تو نوشته است. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. همه پیامبران تنها به خداوند ذوالجلال توکل میکردند. موسی علیه السلام را بینید وقتی که بحر در پیشش بود و از پشتش فرعون با لشکریانش به آنها نزدیک می شدند، اصحاب موسی علیه السلام گفتند کاری ما تمام شد، تقدیری ما چنین بوده است. اینجا موسی علیه السلام به آنها چی جواب داد؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. این از آن توکل به خداوند ذوالجلال. پیامبران چنین بودند. هود علیه السلام چنین بود. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم چنین بود. وقتی که ابوبکر رضی الله عنه به او گفت اگر یکی از آن مشرکین به پیش پای خود نگاه کند ما را می‌بیند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت چی گمان داری درباره آن دو کس که خداوند سیوم آنهاست؟ چی گمان داری درباره آن دو کس که خداوند سیوم آنهاست؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. پیامبران چنین بودند. با ارزشترین درجه ایمان این توکل به خداوند ذوالجلال است. از قصه های پیامبران برای ما معلوم شد که خداوند قوم‌هایی را که او را نافرمانی کردند و با پیامبرانش سرکشی کردند چگونه آنها را نابود ساخت. و این چنین است سزای آنهایی که به خداوند جنگ می‌کنند. قوم نوح علیه السلام را به یاد بیارید که چگونه خداوند آنها را با آب نیست و نابود ساخت. قوم عاد را به یاد بیارید که خداوند آنها را با شمال سخت هلاک کرد. قوم صالح علیه السلام را با صیحه‌ای که دلهای آنها را کفانید هلاک ساخت. قوم لوط علیه السلام را بینید که خداوند چگونه آنها را زیر و رو کرد. این چنین دیگر امتها را نیز. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير. این یک عذاب از جانب خداوند است که به آن امتها نازل شد تا اینکه یک عبرت برای دیگران باشد. هر امتی به خداوند جنگ کرده است، از فرموده های خداوند سرپیچی کرده است، به خداوند کبر ورزیده است، پس به چنین عذاب ها گرفتار شده است. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. در این همه عذاب ها پند و عبرت ها است برای کسانی که از عذاب خداوند، از عذاب آخرت می ترسند. آن روزی که همه مردم جمع شوند، عذاب خداوند برای امت های پیشین بیهوده نبوده و آوردن قصه های آنها در قرآن تنها تسلیت نیست، بلکه این یک بیم است برای دیگران. قیامت نزدیک آمده، برای او بجز خدا هیچ ظاهر کننده ای نیست. آیا از این سخنان تعجب میکنید و میخندید و نمیگریید و شما بازی کنندگانید؟ پس خدا را سجده کنید و پرستیش نمایید. این همه بیهوده ذکر نشده است. همه این عبرت است برای کسانی که پس از آنها آمدند. عذاب خداوند عبرت است.
قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. كذلك استفدنا من قصص الأنبياء. این چنین استفاده ما از این قصه ها آن است که ما دانستیم که پیامبران شجاعترین و دلیرترین مردمانند. آنها کسانی هستند که خداوند آنها را قهرمان ساخته. آنها مجاهدانی هستند که برای رسانیدن حق از چیزی هراس ندارند. سخن حق را می رسانند و کسی مقابل آنها می ایستد از آنها هیچ ترس و هراسی ندارند. کسی اگر آنها را پیروی هم نکرد به آنها ضرری هم نمی رسد. موسی علیه السلام را همگی می دانیم. وقتا که نزد فرعون در آمد می دانست که خود در راه راست است و فرعونی که زنها و کودکان را می کش و مردم را بنده خود قرار داده بود، موسی علیه السلام از او نترسید. به قصر او در آمد. با او گفت آیا تو را هیچ میلی است که پاکیزه شوی؟ آیا تو را به سوی پروردگارت راه نمایم پس بی‌ترسی؟ برای او تمام ساحران را جمع کرد. با این وجود موسی علیه السلام از او نترسید، بلکه رو در روی او ایستاد و با حقیقتی که با خود داشت آنها را مغلوب کرد. این است شجاعت، این است قهرمانی. این است آن قهرمانانی که خداوند درباره آنها ذکر کرده. همه ما ابراهیم خلیل را به یاد داریم. دوران جوانیش را، آن زمانی که بت‌ها را شکست و آنها را به خاک یکسان کرد و تنها روبروی مردم ایستادگی کرد. آن زمان خیلی جوان بود. این است شجاعت، این است قهرمانی. همگی قوم عاد را به یاد بیاریم که خداوند برای آنها هود علیه السلام را فرستاد. هود علیه السلام در روبروی این امتی سرکش ایستادگی کرد و به آنها گفت پس همه یکجا در حق من بدسگالی کنید و مرا مهلت می‌دهید. این است شجاعت، این است دلیری. همگی محمد صلی الله علیه و سلم را در یاد داریم وقتا که در راه خدا جهاد کرد. در آخرهای عمرش، از اولی دعوت تا آخری عمرش چی روزهایی را پسی سر نکرد. در مبارزه هایش بر ضد مشرکان می گفت من نبی هستم، این دروغ نیست و من از بنی عبدالمطلبم. این است دلیری، این است قهرمانی، این است استوار بودن در راه حق که خداوند آنها را به این چیز امر کرده است که از چیزی نمی ترسند و از کسی خوف ندارند. پیامبران همین گونه اند. یوسف علیه السلام را به یاد آوریم که چگونه به آبروی او تهمت زده شد. این یک ظلم بود و ظالمانه داخل زندان کرده شد. در یک زندان دهشتناک زندانی شد. با وجود این همه او خداوند را عبادت میکرد. با او ظلم کرده شد، به زندان انداخته شد که سالیان زیاد آنجا ماند، اما همه این او را از عبادت خداوند باز نداشت. در زندان با آن دو نفر که همراهش بودند گفت ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. دعوتگری خالص هیچگاه غمگین و شکسته حال نمی شود. آنی که در راه خداوند دعوت می کند برای او فرقی نمی کند که در زندان است یا در آزادی. با او ظلم می شود یا اینکه نه، آزار داده می شود یا اینکه نه، در هر حالتی که باشد از دعوت خود باز نمی ایستد. از این سبب خداوند در سوره یوسف چنین فرموده است قل هذه سبیلی ادعو الی الله. ما نیز مثل این پیامبران در هر حالی که نباشیم باید دعوت را به سوی خداوند ادامه دهیم. به سوی خداوند دعوت کنیم. هیچ کسی به ما ضرر نمی رساند. این را نباید فراموش ساخت. ما اگر در قصر باشیم یا در زندان یا در چاه باشیم یا در صحرا یا در جنگلزار یا هر جایی که باشیم، ما دعوتگران به سوی خداوند هستیم. قل هذه سبیلی ادعو الی الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الداعية چگونه ای که پیامبران به سوی خداوند مردم را دعوت می‌کردند، ما نیز باید چنین باشیم در هر زمان و هر مکان. دعاة إلى الله جل وعلا. کی به مثل پیامبران صبر کرده میتواند؟ همگی صبر ایوب علیه السلام را به یاد داریم. یک صبری بزرگ بود.
به بلاها صبر کرد، تمام فرزندانش را از دست داد، همه مالهایش را از دست داد، سلامتی و تندرستیش را از دست داد. 18 سال در بستری بیماری بود. یار و دوستانش از او روی گردانیدند، حتی همه مردم از او رو گردانیده بود. لیکن خداوند درباره او چنین میگوید: همانا ما او را شکیبا یافتیم. ایوب نیکو بنده ای بود، براستی که او به خدا رجوع کننده بود. پیامبران را با بلاهای بزرگ امتحان میکردند، لیکن آنها صبر میکردند. از این سبب است که خداوند هرگاه ما را به صبر کردن بخواند، به ما پیامبران را یادآور میشود. ذکر بالرسل فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. یعنی خداوند برای ما میفرماید که صبر کنید، چگونه ای که پیامبران و رسولان صبر کردند. کیست از میان ما که از پیامبرها دیده به امتحانهای سخت‌تر گرفتار شده باشد؟ ایوب علیه السلام را به یاد دارید که در بستری بیماری بود. ما را اگر به گرفتن یکی از فرزندانمان امتحان کنند، شاید ما صبر کرده نتوانیم. اگر قسمی از مال ما از دست رود، شاید ما صبر کرده نتوانیم. کمی بیمار شویم، شاید ما صبر نکنیم. لیکن هر که ایوب علیه السلام را به یاد آورد و آن بلاهایی که او را به آن بلاها امتحان کردند به یاد آورد، باید مثل او صبر کند. همه ما این سخن خداوند را به یاد آوریم که میگوید: وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صبر از ایمان است، به آن گونه‌ای که سر از بدن است. هر که قصه پیامبران را بخواند و گذری در زندگی آنها بکند، بعد از این اگر به بلاهای دچار شود، دیگر هیچ پروایی نمی کند که به او چی رخ می دهد. زیرا می داند که پیامبران از این دیده زیادتر به بلاها دچار می شدند. با وجود این همه صبر می کردند. پس صبر کن چگونه ای که پیامبران اولوالعزم صبر می کردند. از این قصه ها دیدیم که چگونه پیامبران دارای اخلاق نکو بودند، مهربانترین مردم بودند، حلیم بودند. ابراهیم علیه السلام را به یاد آوریم وقتی که پدرش را به یکتاپرستی دعوت کرد. پدرش مشرک بود، کافر بود. ابراهیم علیه السلام را امر کرد تا به بت‌ها سجده کند. با وجود این همه ابراهیم علیه السلام وقتی که به او خطاب میکرد میگفت: ای پدر جان من، با بهترین اسلوب، با بهترین وصف. پیامبران چنینند، بهترین مردم از جهت اخلاق و آداب. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: رفق اگر در هر چیزی پیدا شود او را زینت می‌دهد و از هر چیزی که گرفته شود او را به آبرو می‌سازد. اگر انسان با اسلوب بد در راه خدا دعوت کند، کسی او را نمی‌پذیرد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر انسان دروش باشد، در دعوتش سختگیر باشد، کسی دعوت او را قبول نمی کند. همه پیامبران چنین بودند، با مردم مهربان بودند. ابراهیم علیه السلام را بعد از آن که پدرش او را از خانه بیرون کرد، در حق پدرش دعا کرد. قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا. این سخن برای کی بود؟ برای یک مشرک. این سخن برای پدرش بود که او را مجبور کرد تا به بت سجده کند. تمام پیامبران چنین بودند بدون استثناء. برای مردم مهربان بودند و در بین مردم با رفتارهای نمونوی مشهور بودند. در دعوتشان به سوی خدا درشتی نمی کردند. این بود بعضی از استفاده و عبرت‌هایی که از قصه های پیامبران گرفتیم. قصص نور قصص